امسال حاصل انگور در ولایت سوخت بسیار فراوان می باشد. تا امروز در جمهوری تاجیکستان زیاده از 1 تن انگور استحصال گردیده، بعضی از آنها به خارج نیز صادر کرده شده است. حالا ما در خواجگی دهقانی عبدالواحد سرکاری ناحیه باباجان غفورов قرار داریم و این خواجگی دارای 2 هکتار انگورزار می باشد. در اینجا اساساً نوی زمستانه طایفی پرورش کرده می شود. امسال دهقانان نیت دارند که حاصل خوب تا 15 تن از این مساحت حاصل به دست آورند. عبدالواحد عثمانов دوامی 40 سال است که با زمین سر و کار دارد. کشاورزی ناموری منطقه به حساب رفته نوهای گوناگون زردالو، شفتالو، انگور و دیگر میوه‌ها را پرورش می‌نماید. خواجگی دهقانی عبدالواحد سرکار نیز به نام او گذاشته شده است. این زمان حاصل انگور پخته ایستاده است. اصلا در تاجیکستان حاصل انگور را 3 مرتبه جمع آوری می‌نمایند. آخر ماه می نوع تیزپزی انگور آماده گردیده و بازارها برای فروش می‌براید. بعدا نوهای گوناگون انگور ماه اوگوست می‌پزد. آخرینش باشد نوع طایفه زمستانه آخر ماه سپتامبر برای فروش آماده می شود. انگورزار خواجگی دهقانی عبدالواحد سرکار زیاد از 20 سال می شود که حاصل می دهد. حالا نیز تاکزار در حالت خوب قرار داشته، صفت انگور بسیار بلند است. نوع طایفه معمولترین در این منطقه بوده، دهقانان آن را بعد قنوچین نمودن برای زمستان ذخیره می نمایند. در حالت معمولی انگور تا 2-3 ماه حالتش را گم نمی کند و اگر در سردخانه جایگیر کنیم تا اولی بهار نگاه داشته می شود. من این تاکزاری که استادیم خواجگی عبدالواحد سرکار ناحیه باباجان غفورov می باشد. در این تاکزار انگور پرورش میکنیم نوع طایفی. من وقت شده ایستاده است که حاصل پخته رسیده ایستاده است. ما حرکت بکنیم که از 15 ماه سپتامبر گونوچینی حاصل کنیم. به غیر از تاک در خواجگی 8 هکتار میدان زردالو موجود است. 70 ساتق میدان شفتالو، 1 هکتار بیده. من حاضر در جای کشادی و یش ما تکراری کده گذاندگی از نشون ماش نهست. من حاصل زردالو و شفتالو را جمع آورده شدیم. هر فصل سال برای دهقانان به خود خاص تشویش دارد. از سبب آنی که در خواجگی دهقانی نوهای گوناگون زراعت و میوه‌جات پرورش می‌یابد، دهقانان هر ماه سیر کنند. تا آماده شدن انگور برای فروش، کشاورزان باغات را کارکرد اگرتکنیکی می‌کنند. برای خوب شدن نشو و نمای درختان و به دست آوردن حاصل فراوان برای سال آینده از حاضر آمادگی می‌بینند. زیر درختان شدگار گردیده پوری محلی داخل کرده شده است. این کشتی دانگی مشت بودن نشو و نمای خوب دارد. هوای تیرماه امکانیت می‌دهد که حاصل بندی زراعت خوب شود. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در برآمدهای خود قید می‌نمایند که کشاورزان زمین را ثمرناک باید استفاده نمایند و همه ساله 3-4 مرتبه حاصل خوب به دست آورند. هدایت‌های پیشوای ملت را کشاورزان به نظر گرفته هر قطعه زمین خود را ثمرناک استفاده نموده ایستادند. گزارش فرخ عثمانov و محمد نظیر کیلدیف برای برنامه اطلاعاتی نوید.